أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از گناهان کبیره این کشتنی نفسی بیگناه، کشتنی یک نفری بیگناه که الله گفته است در قرآن: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و عد له عذابا عظیما. الله میگوید هر کسی که مؤمنی رو قصداً به قتل میرساند، جزای او جهنم میباشد، او در جهنم جاویدان میماند. الله او رو به خشمش میگیرد و لعنت کرده است و برای او عذاب دردناک آماده کرده است. هر کسی که یک مسلمان رو کشتنش رو حلال میداند، جزای او جهنم میباشد. برای همین الله به بنی اسرائیل گفته است، الله وقتی که قابیل و حابیل فرزندان آدم یک دیگرشون رو به قتل رسوندن، یکی از آنها یک دیگری رو به قتل رسانی، الله حکم کرد که هر کسی که یک شخص رو برای زنده ماندنش سبب می شود، گویا که تمام مردم رو نجات داده است از قتل. هر کسی که یک نفری رو به قتل می رساند و او گویا که سبب شده است که تمام مردم رو به قتل رسانده است. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. مسئله دوم این است که امروز مردم وقتی که خبری حامیلدار شوی همسرانشان رو میشنوند و او رو امر میکنند که تو این فرزند رو از رحمت گیران، با ما فرزند در کار نیست. الله میگوید که و اذا الموعودة سئلت بأی ذنب قتلت، و آن نوزادهایی که و اینچنین نطفه هایی که در رحم مادرها اکنون رشد می افزایند و بزرگ شوی، او رو پدر امر میکنند یا شرم میدارند و او رو میگرانند. او به مانند کشتن یک نفس بیگانه می باشد. ای شخصانی که ابورد میکنید، فرزندان خود رو میافتانید، شما بیشک یک نفس بیگناه رو به قتل میرسانید. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک زنی رو با سنگ میزند. وقتی که فرزندش میافتد نمیپرسند که از این زن فرزندت چند ماه بود، نمیگفتند، بلکه به او جزا معین میکنند. با کدام دلیل شماها ای شخصانی که فتوا میدهید از الله نمیترسید؟ برای من از الله بترسید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که کشتنی زوال دنیا بهتر است از یک نفر مؤمن رو به قتل رساندن. ببینید تمام دنیا به خاک یکسان شود، در نزد الله یگان چیز حرجی نیست، اما یک مؤمن رو به سبب به قتل میرسانید، گناهش بزرگ میباشد. و این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند دو مسلمان به یک دیگرش روبرو شود و دیگر رو میخواهند که به قتل برسانند، کشنده یا کشته شده در آتش میباشد. زیرا وقتی که پرسیده شد که برای چی مقتول کشته شده در آتش است، پیامبر میگویند که هر دوش یک دیگرش رو میخواست که به قتل برساند. اما شما به خاطر حفظ دینتون، حفظ مالتون،
حمایه فرزندان و زنتان اگر کشته شوید شما در آتش نیستید، یا که به قتل کسی رو به قتل رسانید شما گناهکار نمی شوید. برای این باید ما از کشتن نفسی بیگناه دست بکشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که تمام گناه ها در نزد الله مورد بخشش قرار میگیرند، مگرم که شخصی که از این دنیا کافر از این دنیا رفته است، یا که یک نفر رو قصداً حلال دانسته او رو کشته باشد. امروز کشتنی حقیقی می باشد و کشتنی معنوی می باشد. امروز و در قرآن امروز عالم کشای برآمدند. عالم های اسلام رو می کشند. چگونه می کشند؟ در حقش طعنه می زنند و آنها رو حکم می کنند، به گمراهی حکم می کنند. این کشتنی معنوی می باشد، زیرا عالم ها وارثان پیامبر می باشند. کشتنی آنها به مانند کشتن دیگرها نیست، گناهش بزرگتر می باشد و جزایش در این دنیا دیده می شود. برای همین الله در سوره آل عمران پیامبرها رو به یهودها به قتل رساندن. در دوامش الله گفته است اینچنین شخصایی که به عدل و عدالت امر میکردن آنها رو به قتل رسانده است. تقریبا یعنی برابر از پسی پیامبرها علماها رو آورده است. برای این ما در حق عالمهای خود سخنهای بیجا نگوییم، مگرم با دلیل روشن که مثل آفتاب مهتاب روشن باشد. این بود درباره نفس بیگانه رو، یک شخص رو بیگانه به قتل رساندن می باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.